شهرت آوازخوانی بدخشانی عبدالسلام مفتون نه تنها در میان شرکت کنندگان آزمون ستاره افغان بلکه خیلی بیشتر از آن در سراسر دنیا توصیه یافته است. در اولین روزهایی که او برای اشتراک در این سبقت به شهر کابل آمد، در برابر صدای فارم شباهت بزرگ این آوازخوانی 28 ساله به نخست وزیر کانادا جاستین ترودو توجه را جلب کرد. مردم مرا زیاد جاستین ترودو صدا میکنه. جاستین ترودو یعنی افغانستان. مربی عبدالسلام مفتون قیس الفت که اصلا شهروند کانادا می باشد، یکی از اولین نفرانی بود که شباهت این آوازخوان به نخست وزیر کانادا را تشخیص نمود. او میگوید چون این حال شانس های پیروزی این آوازخوان در آزمون ستاره افغان را بیشتر میکند. واقعا این وضع شهرت او را بیشتر میکند. همه شبکه‌های معروف با او مصاحبه میکنند. درباره او مقاله زیاد است. امیدوارم این امکان را به طور مثبت برای پیشبرد کارنامه شخصی و به نفع هوادارانش استفاده میبرد. سابقه هنری عبدالسلام مفتون 7 سال را در بر گرفته تا زمان اشتراک در آزمون ستاره افغان اساساً از آوازخوانی در توی‌ها عبارت بود. اکنون این آوازخوان برنامه‌های وسیع‌تر دارد. یگانه آرزوی من هم است که مرا نخست وزیر به کانادا ببره و من در اونجا با همین فلک‌های اصیل وطنم نه در اونجا یک کنسرت را برپا کنم، در اونجا کنسرت بتم و نخست وزیر کانادا هم دمو کنسرت شتگی باشه و من از طریق هنرم از طریق می دنبورم مرا به مردم معرفی کنه. از یک دیاره پشتون سگر تاجی که جمله قومی افغان است. آزاد افغانستان است. آزاد افغانستان است. آزاد افغانستان.